خلاص شقیق بلخی روز با این شاگرد خود حضرت حاتم یک لحظه که یافتند و در روبروی یکدیگر نشستند. شقیق بلخی پیرشان بود، استادشان بود و حاتم اصم مرید و شاگرد بودند. حضرت شقیق گفت حاتم به یادداشت من 30 سال شد که تو نزد من تعلیم میگیری، 30 سال شد که تو در مدرسه من میخوانی، 30 سال شد که از آن معرفت و از آن حکمت و از آن درسی که من نزد خود داشتم من تو را آموختم. اکو امروز من از تو یک سوال دارم. سوالم همین است، در دوام همین 30 سالی که در من تو شاگرد بودی چی آموختی؟ برادران عزیز و گرامی، حضرت حاتم خداوند رحمت کند اینها را که نامهای اینها در تاریخ دین به آب طلا نویسانده شده است. اینها خادمای دین بودند، اینها حقیقتا نماینده های دین بودند، اینها دلسوزهای دین بودند، اینها دفاع از دین میکردند. در برابر استادشان گفتند حضرت حقیقتا شما درست قید کردین، من 30 سال شد در نزد شما تعلیم میگیرم، علم میآموزم. عزیزای خدا میگن علم اگر اندک بود خارش مداد، چون که علم دارد قدری به شما. من در دوام همین 30 سال خواندم، پایه حیات خودم را، پایه زندگی خودم را در 6 چیز قرار دادم. برادران عزیز خیلی با دقت باشید. این 6 چیزی که حضرت حاتم در دوام 30 سال از این استاد خود حضرت شقیق، که این شقیق مرید اگر حضرت ابراهیم ابن ادهم هم که باشد، با شاگردهای حضرت امام ابو یوسف بودند. شما تصور کنید که امام ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفه بودند. امام ابو حنیفه یگانه صاحب مذهب هست که از مدرسه و تعلیمات او از بین شاگردای او 40 قاضی بیرون شدگی است. 40 قاضی، یکی از آن قاضی ها همین امام ابو یوسف است و شقیق بلخی هم شاگردی قاضی امام ابو یوسف بودند. گوییم خیلی آدم الکه از همه جهت کامل بودند. حاتمی از هم گفتند حیات خودم را، زندگی خودم را خب در همین پایه 6 چیز قرار دادم. ای کاش برادران عزیز حاضر ما با دلی با گوشهای قلمان گوش اندازیم تا از این 6 چیزی که این بنده خدا استفاده کردند، مشهور شدند، معروف شدند، بنده های خوبی خدا شدند، ای کاش ما هم پایه حیات و زندگی ما نه بالای همین 6 چیز بگذاریم. اینها چی هست؟ حضرت گفت گوش میکنید. گفت یکم استاد گفت دیدم که در مردم در نسبت رزاق بودن و رازق بودن خداوند شک و شبهه هست. یعنی در نسبت رزاق بودن خداوند مردم نه باوری تام و کامل دارند و مردم آمدن رزق را از نزد خداوندم با پررگی قبول نکردند و در دل مردم یک ترس در همین نسبت وجود دارد. بازم همین مال دارند، ثروت دارند،
ولی بسیار ممسکند، بخیلند. من گفت استاد با سوره مبارکه هود آیت 6 و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین، با همین آیت توکل کردم، با این تکیه کردم تا از زمره این انسان ها نباشم. حضرت شقیق گفتند آفرین، گفتند آفرین. برادران عزیز، من برای آنکه دویم آن چیزی را که حضرت حاتم گفتند من میخواهم درگیر یعنی کمتر برای شما معلوماتی تا که شما با پررگی این حضرت ها که اکو پایه زندگیشون گذاشتند، از روی این پایه خانه قبرشون هم آباد کردند. پس ما باید هر یک زینه اینا کمترک روشنتر، ساده‌تر، تا که از همین آمدگی مانم ماها برادران عزیز استفاده خوب از روزگار این عزیزای خدا بگیریم. امروز هم برادران عزیز و گرامی در مسئله ریسک و روزی بسیاری از ما ترس داریم. ما از همان صفتی که الله رزاق است تا حال با پررگی توکل نداریم، با پررگی معلومات هم نداریم. بین آیت قرآن چی میگد و آیتی که حاتم اصلا تکیه کردن و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. خدا میگد هر یک دابه گفته هر یک چیزی که می جنبد، یعنی هر چیزی که جان دارد، خواه آدم باشد، خواه انسان، خواه جن باشد، خواه حیوان باشد، خواه حشرات باشد، خواه چرنده باشد، هر چی باشد، خدا میگد کفیل رزق همه اینها من هستم. و یعلم مستقرها و مستودعها. الله میگه حتی من علمم تا آن حدی هست که شما در کجا برای خودتان جای زیست و زندگی انتخاب میکنین، حتی من پارچه زمینم میدانم و حتی ریسک از کجا به خانه شما میاد من مکان آمدنش هم میدانم. برادران عزیز، سوره زاریات میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. خدا میگه من رزاق هستم، من تأمین کننده رزق شما هستم، من ذاتی هستم که پاینده‌ام، توانایم، استوارم. اینها برادران عزیز برای آن از آیات‌های قرآن به شما گفته می شود، به ما و شما گفته می شود که همون ترسی را که در درون ما در نسبت ریسک وجود دارد، این ترس باید که از قلب‌های ما بیرون شود. شیخ سعدی می گفت غمی روزی مخور مزن اوراق دفتر را که پیش از طفل ایزی پر کند پیستان مادر را. حالی طفل آمده می گفت پیستانای مادر پر شیر منتظرت است که کی مقصد گه عادی کده که کلتا بیرون بکنی و دهانتا در سینه مادر میگذاری. حالی آمده علاک سینه مادر پر از شیره. عزیزای خدا اینها را برای ما عیان کردن، ساده کردن تا که همون ترس برادران عزیز از ما و شما دور شود. شیخ سعدی را در بستانش برادران عزیز، کتاب بستانش یک قصه بسیار زیبا میاد. انشاءالله این فکر میکنم اگر اینها را ما خوب درست هر کدامش در جای خودش اگر گوش کنیم، شاید که همون ترسی را که حاتم اصلا در زمان خودش در دل مردم احساس کرده بود، همون ترس شاید از دل ما و شما دور شود. شیخ سعدی در بستانش میگه یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود
کینان آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. پدر میگه بچه‌اش میگه برداشت دوستداری میکرد، بوسابوسی میکرد. بچه‌اش هم میگه دیگر الهامش آمد یک